با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز، فارسی زبانان گرامی در اقصا نقاط این گیتی پهناور که هستند. در این سری برنامه‌های آموزشی بنده قصد دارم به صورت بسیار خلاصه و ساده و مؤثر البته زبان آلمانی رو به شما، زبان آلمانی یا همون دویچ رو به شما آموزش بدم و انشالله در سفراتون به کشورهای آلمانی زبان مثل آلمان یا دویچلند، اتریش یا قسمت‌های از سوئیس یا هر جای دیگه‌ای که میخواید برید و آلمانی در اونجا صحبت میشه و دوستای آلمانی داشته باشید، بتونید این زبان رو به کار ببرید و ارتباط موثرتری برقرار کنید. ما آغاز میکنیم درس اول رو، لکسیون 1 درس اول با کلمه سلام. خب در هر زبانی که شما بخواید در نظر بگیرید، اولین چیزی که بخوام یاد بگیریم به یاد داده بشه کلمه سلام هست. سلام به آلمانی، به انگلیسی میدونیم که میشه hello. اگر این ا رو در وسط در آلمانی به ای همون ا تلفظ میشه. من تلفظها رو دیگه آلمانی میگم. اگه ای رو در وسط به آ تبدیل کنید کلمه آلمانی سلام به دست میاد و این چیزی نیست جز هالو. هالو هالو. لطفا تکرار کنید چند بار. هالو هالو هالو. هالو به آلمانی معنی سلام هست. کلمه ساده ای هست چون تشابه زیادی با همون کلمه انگلیسی هلو داره. این به معنی سلام هست. و حالا بیاد مثلا بگید سلام سارا. سارا سارا به آلمانی تلفظ میشه این اسش چون بعدش کلمه آ اومده، تلفظ میشه ز. پس آلمانیا به سارا میگن زارا. خب پس به زهرا چی میگن؟ حالا اونو بعدم بهتون میگم. پس به سارا میگن زارا. زارا. حالا بگید سلام سارا. هلو زارا. زارا هلو. هلو زارا. خب دوم کلمه ای که بهتون یاد میدم کلمه چطوری هست. چطوری. خب بذار اینو عوضش کنم. چطوری در زبان آلمانی یه تشابهاتی داره با جناب آقای بیل گیتس. حالا بهتون میگم که چرا اینو من گفتم. آقای بیل گیتس اینجا چه نقشی ایفا میکنه. چطوری. چطوری. چطوری میشه به آلمانی در ساده ترین حالتی که بهتون بگم وی گیت. وی گیتس. وی گیتس. دقت کنید این وی مثل این مثل انگلیسی تلفظ نکنید. وی نیست، وی هست، همون وی خودمون، همونجور که فارسی میگید همین هم بگید. وی گیتس. اینو باز من اشتباه نوشتم. وی گیتس. وی گیتس. وی گیتس. بیل گیتس. وی گیتس بیل گیتس. وی گیتس بیل گیتس. این هم آقای بیل گیتس آوردم واسه تون اینجا. خب بریمش این ور. وی گیتس بیل گیتس. وی گیتس بیل گیتس. وی گیتس. وی گیتس بیل گیتس. آقای ویلی جون هم اینجا اومد. خب پس وی گیتس یعنی چطوری. وی گیتس بیل گیتس یعنی چطوری بیل گیتس. چطوری بیل گیتس. خب حالا بیام اینو من بگم این وی گیتس از کجا اومده و لغوی به چه معنی هست. وی گیتس مخفف کلمه جمله وی گیت تا اینجاش که یکی هست با این. به جای این آپاستروف و اس ما چی میذاریم؟ وی گیت اس دیه. اس دیه. وی گیت ساده شده یا خلاصه شده عبارت وی گیت اس دیه هست. وی یعنی هاو، یعنی چطور. چطور. گیت یعنی میره. چطور میره. اس یعنی اون، ضمیر فاعلیه. دیه یعنی به تو، یعنی چطور میره اون به تو، یعنی حالت چطوره. وی گیتس. خب
جهت خلاصه این درس ما میایم من از شما سوال میکنم، وسطش یه وقفه به آلمانی یعنی پاوزه، یعنی اگر بین دو تا چیزی که یه روال منظم داره یه دونه وقفه بدیم، این وقفه اسمش پاوزه است. همون وقفه خودمونه به حساب. یکم من بازش کردم یعنی چی، بین یه کار داره روالش ادامه پیدا میکنه، مثلا من یه سوال میپرسم شما میخواید جواب بدید، بینش یه وقفه هست، اونو بهش میگیم پاوزه. پاوزه پاوزه خب من پاوزه میدم، شما به آلمانی بگید، من به فارسی میگم. خب شروع میکنیم. بگید سلام سارا. هالو زارا. هالو زارا. بگید چطوری سارا. وی گیت سارا. وی گیت سارا. وی گیتس. وی گیتس دیه زارا. وی گیتس دیه سارا. بگید سلام چطوری بیل گیتس. هالو وی گیتس بیل گیتس. هالو وی گیتس بیل گیتس. هالو وی گیتس دیه بیل گیتس. خب دقت کنید، این دوتا جمله رو که امروز بهتون یاد دادم، اینا جمله‌های این فرمال هستن. این فرمال یعنی غیر رسمی، جمله‌ای هستن که در دوستانه به کار میرن. مثلا شما نمیرید به استاد دانشگاهتون بگید وی گیت، نه، داش مشتی هستن در از این جملات. خب هالو رو در هر مکان یا هر زمانی با هر کسی تقریبا میشه گفت میتونید به کار ببرید. بعدها بهتون میگم اگر خیلی رسمی باشه مثلا یه جایی دیگه مثلا هالو کسی نمیگه، مثلا میاد میگن روز بخیر یا عصر بخیر یا شب بخیر. اینا رو بعدا به مرور بهتون یاد میدم، ولی هالو رو به عنوان زبان آموز همه جا میتونید به کار ببرید. وی گیتس رو حتما با کسایی باید به کار ببرید که میشناسیدشون یا دوستتون هستن. کسی که نمیشناسید نباید اینو به کار ببرید. بعدا میگم که کلمات به فرمال ترش، مثلا حال شما چطوره چی میشه، این چطوری هست. خب تا برنامه بعد و درس بعد، خدا نگهدار. که به آلمانی بای میشه چی؟ میشه چوس. 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 چوس.